سلام به همه همراههای اسکیل روم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علی مقدسی هستم، گرافیست، تدوینگر و طراح سایت. توی این قسمت از آموزش HTML قراره با هم بریم و یاد بگیریم که چطور به کمک HTML بتونیم که یک جدول رو برای خودمون درست بکنیم توی اون صفحه مرورگر و بتونیم به کمکش اطلاعاتی که داریم رو بر اساس جدول مرتب بکنیم. اگر که میخواید ساخت جدول رو به کمک زبان HTML یاد بگیرید، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، همونطور که گفتم توی این قسمت قرار با هم یاد بگیریم که چطور به کمک HTML یک جدولی رو ایجاد بکنیم و این یعنی اینکه با تگ های تیبل، TD، TH و TR آشنا میشیم. اگر که تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشم کمی الان کار رو انجام بدید و روی زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک بکنید تا وقتی ویدیوی جدیدی براتون توی این کانال منتشر میکنم براتون پیام ارسال بشه. بریم که این قسمت رو با هم ببینیم. برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم، از قبل اینجا یه دونه پروژه ایجاد کردم، اسمش رو هم به اسم index.html سیو کردم که فایل HTML من هست و این طرف هم صفحه مرورگر من هستش که خب هر کاری که اینجا انجام میدم بعد از اینکه سیو کنم و بیام این صفحه رو رفرش کنم، اینجا برای من نمایش داده بشه که به طور کاملتر متوجه بشم که داره چه کاری انجام میشه. خب همونطور که توی اول ویدیو هم گفتم، توی این قسمت قراره با هم یاد بگیریم که چطور جدول ایجاد بکنیم به کمک زبان HTML که خب برای این کار تگی که باید ازش استفاده بکنیم تگ تیبل هست که وقتی که ما این تگ رو بزنیم دیگه توی این تگ ما الان میتونیم بیایم و اون جدولمون رو ایجاد بکنیم که خب برای ایجاد جدول خب ما یک سری ستون داریم و یک سری سطر داریم. برای اینکه ما بتونیم اون سطرها رو ایجاد بکنیم باید از تگ TR استفاده بکنیم که خب ما الان وقتی که یک تگ TR بزنیم یعنی اینکه یکی از سطرهای جدولمون رو ایجاد کردیم که خب سطر هم در واقع همون چیزهای افقی هستش دیگه. که خب من الان اگر اینجا بخوام توی هر کدوم از این سطرها یک تعداد ستونی برای خودم ایجاد بکنم، فقط کافیه که اینجا بیام کلمه TD یا تگ TH رو برای خودم تایپ بکنم. اما خب فرق این دوتا چیه؟ TH خب حالا همونطور که توی قسمت‌های قبل هم داشتیم، تگ H که توی زبان HTML بود که خب اگر یادتون باشه از H1 داشتیم تا H6 که خب وقتی که ما این تگ رو توی زبان HTML داشتیم برای این بودش که ما بخوایم یک تیتری رو استفاده بکنیم. توی جدول هم حالا دقیقا همین صورته که ما اگر از TH استفاده بکنیم برای این هستش که ما اون سرتیتر جدولمون رو بنویسیم و اینجا تگ TD برای اینه که بتونیم حالا اون زیر مجموعه های هر کدوم از اون TH ها رو بتونیم ایجاد بکنیم. خب ما الان اینجا بعد از اینکه این TD رو گذاشتیم، چون که اولین سطر جدولمون هست، میخوایم یه دونه TH داشته باشیم که حالا توی این TH میتونیم هر چیزی بنویسیم. مثلا برای مثال من اینجا مینویسم ID. مثلا اگر که یک جدول باشه مربوط به مشخصات یک سری افرادی که اینجا ثبت نام کردن، خب من مثلا اینجا یه دونه تگی میخوام که یک ID توش باشه. بعد از اون دوباره یک TH دیگه میخوام که خب این میشه ستون بعدی جدولم. مثلا من اینجا میزنم که name، یه دونه TH دیگه هم ایجاد میکنم و اسمش رو میذارم last name. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم الان خب ما سطر اول جدولمون کارش تموم شده و میخوایم بیایم توی سطر بعدی زیر هر کدوم از اینها اون اطلاعاتی که مربوط میشه به هر کدوم از اینها رو ایجاد بکنیم. برای این کار داخل همین تگ تیبل اما خارج اون تگ تیاری که ایجاد کرده بودم، یعنی در واقع میشه اینجا یک تگ تیار دیگه ایجاد میکنم. اما خب الان دیگه چون که اینها تیتر نیستن و صرفا زیر مجموعه ان، الان اینجا من باید از تگ TD استفاده بکنم. میام اینجا یک تگ TD میذارم، مثلا آیدی نفر اول رو میذارم 1، یه TD دیگه اینجا برای خودم الان می نویسم و نیمش رو البته بهتره که اینجا فرست نیم باشه که درست تر باشه. فرست نیمش رو برای مثال میذارم علی و اینجا میام لاست نیمش رو هم میذارم مقدسی و حالا همینطور جلوتر میرم. الان خب اینجا یکی از یوزرها ایجاد شد که الان من اگر اینجا این پروژه رو سیو بکنم، همونطور که میبینید اینجا برای من حالا یک سری نوشته آورد که خب اصلا چیز مرتبی نیست که خب برای این هم که بخواد مرتب بشه باید یک سری استایل دهی بشه که این استایل ها رو هم جلوتر توی ویدیو حتما براتون توضیح میدم.
اما خب لازمه که من چند نفر دیگه رو هم ایجاد بکنم که بهتر متوجه بشید که این سیستم چجوری کار میکنه. اینجا بیام یک تیدی بذارم که خب اینجا توش مثلا آیدیش رو بدم 2، یک تیدی دیگه بذارم، حالا اسمش رو مثلا بذارم محمد و یک تیدی دیگه هم میذارم، مثلا حالا میذاریم محمدی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم الان دوباره اگر سیو بکنم همونطور که میبینید دقیقاً اینها رو برای من اینجا نوشت. شماره 2 محمد و محمدی که خب شماره 1 هم علی مقدسی بود که خب این بالا قرار گرفت و همونطور که میبینید الان اینجا که اینها تیتر من هستن فونت بولدتری دارن نسبت به اینهایی که تیدی ان توی اینجا. اما خب الان ما اگر بخوایم اینها رو استایل دهی بکنیم و یک شکل بهتری به خودشون بگیرن، من اینجا توی تگ هد یک تگ استایل میزنم که خب دیگه نخوایم فایل جداگونه داشته باشیم و همه فایل رو بتونیم پیش هم ببینیم. اینجا بعد از این که تگ استایل رو زدم اینجا دیگه الان میتونم بیام استایل دهی بکنم و الان چون که توی این پروژه من کلن یه دونه تگ تیبل دارم، یه دونه تگ تیار و حالا یعنی همه چیم یک چیز محدودیه و قرار نیست چیز دیگه به این پروژه اضافه بشه، میتونم بیام اینجا اسم خود تگ رو وارد بکنم. یعنی من الان اگه بیام اینجا بزنم تیبل و اینجا این آکولادش رو باز و بسته بذارم و داخل این کلاس ها رو بنویسم، به تگ تیبلی که توی بادی این فایل HTML قرار گرفته باشه تمام این استایل هایی که من توی اینجا بنویسم اعمال میشه. اما خب حالا اگر توی پروژه های بزرگتری هست، همونطور که توی قسمت های قبل هم توضیح دادم، میتونید از اتریبیوت کلاس یا اتریبیوت آیدی استفاده بکنید که خب خیلی کار بهتریه و باعث میشه پروژهتون خیلی تمیزتر باشه. اما خب اینجا همونطور که گفتم چون پروژه خیلی پروژه کوچیکیه و تگ های اضافه تری نداریم، من اینجا از طریق اسم خود تگ ها کار رو پیش میبرم که راحت ترم باشه. من اینجا میتونم بیام یک تگ تیبل ایجاد بکنم و بعد از اینکه این کار رو کردم و الان من یکی از استایل هایی که میتونم بهش بدم استایل بوردر هست که خب توی استایل بوردر ما 3 تا پارامتر باید وارد بکنیم. پارامتر اول میزان بوردر هست که بر اساس پیکسل حالا یا واحدهای اندازه‌گیریش میتونیم مشخص بکنیم که خب من مثلا میذارم 1 پیکسل و بعدش میتونیم بیایم نوعش رو بدیم که مثلا اگر بذاریم سالید میشه خط 1 تیکه، یا حالا مثلا انواع دیگه هم داره که خب حالا توی اون قسمت هایی که بخوام راجع به CSS به صورت تخصصی تر صحبت بکنم تمام این انواع رو بهتون توضیح میدم. و بعد از این هم اینجا ما میتونیم بیایم رنگش رو وارد بکنیم که خب من برای مثال 3 تا 0 رو میذارم که خب این یعنی رنگ مشکی. و بعد از این کار وقتی من که این فایل رو سیو بکنم همونطور که میبینید اومدش یک بوردر برای من دور تا دور این جدولم ایجاد کرد. بعد از این که این کار رو انجام دادیم ما الان میخوایم هر کدوم از این زیر مجموعه هامون هم اون TH ها و هم اون TD ها هم بیان و یک بوردری داشته باشن که خب برای این کار من میتونم بیام به جای اینکه 3 بار این سیستم رو تعریف بکنم و بیام اینجا مثلا این رو کپی بکنم اینجا پیست بکنم و به جای این تیبل بنویسم مثلا حالا یا TH یا TD. به جای اینکه این کار رو انجام بدم، حالا این هم بیشتر یک کار هستش توی CSS، اما خب اینجا برای اینکه کار راحت تر پیش بره من این رو هم توضیح میدم. اینجا وقتی که تیبل رو نوشتید و بهش خواستید این کلاس رو اعمال بکنید میتونید بیاید اینجا و از این ویرگول زبان انگلیسی که اینجا هست استفاده بکنید و بعد از اون حالا اون تگ بعدی یا حتی اگر کلاسی دارید مثلا اسم اون کلاستون رو اینجا وارد بکنید و بعد از اون دوباره حالا تا هر تعدادی که بخواید میتونید بیاید اینجا اون چیزهایی که دارید رو وارد بکنید که خب من الان اینجا میخوام به TD TH و تیبلم و اون خود تیبل که میشه دور تا دور این چیزی که من ایجاد کردم میخوام روی همشون یک بوردری ایجاد بشه. وقتی که من این رو سیو بکنم تمام اون بوردرهایی که میخواستم ایجاد شدن، اما خب همونطور که میبینید این بوردرها دولایین و یعنی توی کنار هر کدوم از این خونه هایی که هست 2 تا بوردر ایجاد شده که خب حالت قشنگی هم نداره. اما خب من برای اینکه بتونم این حالت رو درست بکنم میتونم اینجا بیام دوباره یک بخش تیبل رو برای خودم باز بکنم که فقط به تیبل اعمال بشه و بیام اینجا بذارم که بوردر کالاپس که اینطوری هم نوشته میشه و اینجا بیام حالتش رو بذارم روی کالاپس. وقتی که من این رو سیو بکنم همونطور که میبینید این مشکلش برطرف شد که این یکی از کلاس هایی که مربوط میشه به تگ تیبل و باعث میشه که اون جدولی که داریم ایجاد میکنیم حالت قشنگ تری بگیره که خب ما میتونیم بیایم خیلی استایل های دیگه رو هم به این اعمال بکنیم که خب بیشتر میشه بحث CSS توی اون حالا استایل ها
اما خب من اینجا حالا استایل ها رو میزنم. اگر که حالا خودتون هم دوست داشتید که زودتر از این که من بخوام ویدیوها رو بذارم توی کانال و آموزششون رو بدم یاد بگیرید، میتونید خودتون توی سایت های مختلف راجبشون تحقیق بکنید و اطلاعات بیشتری راجبشون کسب بکنید. اما خب حالا من الان همونطوری که کد ها رو میخوام بزنم راجبشون یک توضیحات خیلی مختصری هم میدم. مثلا من الان میتونم بیام برای اینکه یک ذره اینجا چهره بهتری پیدا بکنه، بیام توی این قسمت اینجا یک تکست الاین بهش بدم که میتونم اینجا بیام تکست الاینش رو مثلا بذارم سنتر، که خب الان همونطور که دیدید اینجا تغییراتی که اعمال شد تمام اینها اومدن وسط چین شدن و اینجا حالا با توجه به اینکه تکست الاین رو بر چه اساسی قرار میدید اینجا میادش براتون وسط چین، چپ چین یا راست چین قرار میده. یک اتریبیوت دیگه ای هم که ما توی همین زبان HTML داریم اتریبیوت دایرکشن هست که به اختصار DIR نوشته میشه، که ما میتونیم بیایم بهش بگیم که RTL باشه، LTR باشه یا اوتو. LTR یعنی left to right و RTL یعنی right to left. اگر که ما RTL بذاریم همونطور که میبینید الان ID سمت چپ، بعدش first name و بعدش last name دقیقاً با همون ترتیبی که من اینجا توی کد نوشتم ایجاد شده. اما خب اگر که من الان اینجا این رو سیو بکنم دقیقاً این ترتیب باید برعکس بشه، که الان همونطور که دیدید هم حالا برای من آورد به سمت راست صفحه و هم این ترتیبش رو عوض کرد، که خب این برای زمانی کاربرد داره که ما بخوایم یک سایت رو به زبان فارسی ایجاد بکنیم و اینجا همونطور که می‌بینید الان به همون ترتیبی که من نوشته بودم. خب اگه بخوام فارسی سایتم رو ایجاد بکنم بهتره که خب من این ترتیبم از راست به چپ باشه که به مشکل نخوره. اما خب اگر بیام اینجا دوباره این رو بذارم روی LTR دقیقاً میشه به همون ترتیب قبلی که left to right هست و برای زبان انگلیسی تعریف شده. یکی از قابلیت هایی هم که حالا من اینجا تکست ادیتورم در اختیارم قرار میده اینه که من میتونم بیام اینجا روی اون کدی که مربوط به این رنگی که ایجاد کردم هست وایسم و اینجا برای من یک پنل رنگی ایجاد میکنه. من اینجا رنگش رو به هر حالا میزانی که بخوام میتونم تغییر بدم. برای مثلا اگر بیارم روی اینجا برای من خودش کد اون رنگ رو ایجاد میکنه و بعد از اون اگر که الان اینجا سیو بکنم همونطور که میبینید این بوردر من رنگش به قرمز تغییر کرد. خب حالا من یک مقداری این سایز بوردر رو بیشتر میکنم که بهتر دیده بشه و الان همونطور که میبینید رنگ بوردر به قرمز تغییر کرد. همچنین میتونید بیایید برای حالا اون هر کدوم از این خونه هایی که دارید که خب دقیقاً میشن اون TD ها و اون TH هایی که برای خودتون ایجاد کردید، میتونید بیاید برای هر کدومشون یک عرض و یک ارتفاع تعریف بکنید، که خب من مثلا عرض هر کدوم رو میذارم 100 پیکسل و مثلا ارتفاعشون رو میذارم روی مثلا 50 پیکسل و الان اگر سیو بکنم همونطور که میبینید سایز جدولم خیلی بزرگتر شد و حالت بهتری به خودش گرفت، که حالا هر کدوم از این استایل ها هم که مورد استفادهتون باشه میتونید به این جدولتون اعمال بکنید. خب دوستان تو این قسمت با هم یاد گرفتیم که چطور به کمک زبان HTML برای خودمون یک جدولی ایجاد بکنیم و بتونیم اون رو حالا یک سری استایل هایی رو بهش بدیم که مربوط میشه به خود تیبل و حالا اون جدولی که قراره ایجاد بکنیم، که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر که احساس میکنید این ویدیو برای دوستاتون هم مفیده خوشحال میشم که این ویدیو رو برای اونها هم بفرستید تا بتونن از این آموزش استفاده بکنن. اگر که تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که همین الان کار رو انجام بدید و روی زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک بکنید تا وقتی ویدیو جدیدی براتون توی این کانال منتشر میکنم براتون پیام ارسال بشه. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.